دوستان سلام، به امید صحت و سلامتی همه ما شما جا داره. تشکری کنم از اشخاصی که ویدیوهای ما را تماشا میکنن، لایک میکنن و سابسکرایب میکنن. If you want an English language, write down your comment. به ادامه درس گذشته خود فایل اکسل باز میکنیم. ما و شما روز گذشته دستور پرینت خواندیم که کار کرده این دستور چاپ نمودن محتویات با استفاده از پرینتر فعال می باشد یا این دستور سافت ما را به هارد تبدیل میکنه. امروز میخوانیم دستور شیر. کار کرده این دستور شریک ساختن فایل جاری با استفاده از اینترنت فعال می باشد. دوستان بعضی وقت نیاز می باشد تا فایل خود در حالت شیر قرار بدین تا دیگر اشخاص از طریق یوزرهای خود بتوانند از این فایل استفاده کنند. مثلا در دفتر کار میکنین، شفت کاری شما از صبح تا ظهر است و شما مسئول رسپشن هستین یا مسئول ثبت معاملات تجارتی خود هستین و یا مجموعه یا تعداد یک گروهی از کارمندا هستین و میخواین که فایل در حالت شیر قرار داشته باشه تا همه اعضای ما گروه از این فایل استفاده کرده بتونن. خب پیش از اینکه من این دستور کار کنم اول میریم یک فایل ما شما قبلا داشتیم، اگر به یادتان باشه در درس‌های اول خوانده بودیم، یک تمپلیت ثبت کرده بودیم به نام کشفلو. البته به شکل ساده بود. ما شما ان شاءالله کشفلوهای ادوانس در پروژه های بعدی درس‌ها کم پیش بره بخیر میخوانیم. این فایل کشفلو را باز میکنم. این فایل کشفلو است. حالا میخوایم همین فایلی که معاملات تجاری روزمره خود درش ثبت میکنیم میخوایم در حالت شیر قرار بدیم. پس میایم در قسمت دستور شیر. این دستور برای ما میگه پیش از اینکه شما بخواید فایلتون با دیگر اشخاص در حالت شیر قرار بدین یا شریک بسازین، باید فایل شما اول در وان درایو ثبت کنین از طریق اینترنت. سیو تو کلاود یا در فضای حبری. من سیو تو کلاود کلیک میکنم. ما شما وان درایو را خوانده بودیم، میره کلیک میکنیم، دبل کلیک، صبر میکنین. خب بعداً براش نام مشخص میکنین. همین نامش کشفلو 1 باشد کفایت میکنه و از اینجا پالیسی هم وضع نمیکنیم. میگیم سیو. خب فایل ما شما در وان درایو شخصی خود ما ثبت شد. حالا میخوایم این فایل شیر بسازیم. میایم در قسمت شیر، بعداً بالای دستور شیر دبل کلیک میکنیم. در قسمت ویندوز ظاهر شده. حالا میگه که برای شما همین فایلی که فعلا شیر ساختین در یوزر موجود است و قابل ادیت است، میتونن تغییرات هم همین شخص وارد کنن. من میخوایم اینجا برای ما شما گفته که اینوایت پیپل، دیگه مردم ها رو میتونین دعوت کنین تا یک از این فایل شما استفاده کرده بتونن. خب حالا من به هر شخصی که بخوایم که همین فایل ارسال کنم برش در حالت شیر، پس اینجا ایمیل آدرس از او را مشخص کنین. اگر اینجا از قبل نامش باشه شما میتونین نامش تنها نوشته کنین. خب من میگم با tm1_school mahfuzullah@hotmail.com. خب ایمیلش که اینجا مشخص کردیم. بعد از اینجا و مشخص میکنین که در کدام حالت میخواین به این شخص ایره ارسال کنین یا روان کنین یا در حالت شیر قرار بدین. ما میگیم کن ادیت، چون کشفلوس معاملات تجارتی روزمره خود دیگه میخوایم ثبت کنیم. پس میگیم اگر یوزر محفوظ الله از این استفاده کرد در حالت ادیت باشه تا تغییرات وارد کرده بتونه. در این قسمت میتونین البته این اپشنال است، یک کامنت هم برش نوشته کنین. بعد دستور شیر کلیک میکنین، منتظر میباشین. حالا این دستور شیر شد و در همین شخص مقابل میتونه که از طریق یوزر خود از این فایل استفاده کنه. شما از این طریق البته میتونین که یگان فایل های دیگر رو ضمن کنین، البته از طریق اوتلوک به این شخص ارسال کنین. مثلا من میخوام بعضی معلومات های دیگر رو یا فایل های دیگر رو به این شخص ارسال کنم. اینو که کلیک کنم ببینین حالا اوتلوک برای ما شما باز میکنم، میتونیم که بعضی فایل های دیگر هم به این شخص ارسال کنیم. در اینجا اوتلوک آورد. شما میبینین که اوتلوک اینجا اتوماتیک آمد. خب اینجا میبینین که اتوماتیک هم اومده که از طرف این شخص به این شخص میتونه یگان چیز دیگه رو درج کنین. سی سی گپا شما در اوتلوک کسایی که اینترنت بلد باشن میفهمه که چی از کاربن کپی یا نمیتونین که همزمان برای چندین شخص شما یگان ایمیل دیگه هم کنین، بعضی دیگه هم نوشته کنین. مدا تمامی برای اشخاصایی که مثلا بر 3 نفر 4 نفر ایمیل که میکنین، تمامی همون اشخاصی که ایمیل شما رو دریافت میکنن با خبر میشن که ایمیل به دیگه اشخاص هم ارسال شده. خب من نمیخوام اوتلوک کار کنم، اینو کانسل میکنیم. باز اگر خواستین کدام شخص دیگه رو اینجا میتونین شما ایمیلش مشخص کنین، بعدن شیر کلیک بکنین برای که شیر شه با این شخص. خب حالا من این فایل بسته میکنم و سیوش هم میکنیم. فکر کنین که شخص دیگری آمد و میخواد که از طریق وان درایو خود از این فایل استفاده کنه. اما اشخاصی که ما این فایل البته باشون در اختیارشون قرار دادیم یا شریک ساختیم. وان درایو باز میکنه شخص مقابل، مثلا درایو در وب براوزر میره، کنترل انتر فشار میدیم. خب حالا صفحه که ظاهر شد میگه ساین این. در قسمت ایمیل آدرس خود مشخص میکنه. تیم 1 میگیم نکست. بعدن پسورد خود مشخص میکنه و پسورد هم تایپ میکنیم. ساین این کلیک میکنیم. خوبی است. خب چند لحظه صبر میکنین تا صفحه ظاهر شود. از این قسمت شما میتونین مشخص کنین که
آیا میخواین فایل های شیر شده رو ببینید که میخواین فایل های شیر شده خود ببینیم. در اینجا باز میگه ویت یو، فایل هایی که با شما شیر شده، با یو یعنی از توسط شما با دیگران شیر شده. میگم اون فایل هایی که با ما شیر شده. خب اینجا میگه یک فایل در حالت شیر است که به نام کشفلوس که کشفلو 1 است، ما و شما رو شیر ساخته بودیم. میتونیم میره دبل، البته سه تا است، خب ما و شما میشه چی کردیم، دبل کلیک میکنیم تا اینکه فایل برای ما و شما باز کنه. خب حالا فایل میبینیم که در اکسل آنلاین برای ما و شما باز کرده و فعلا در حالت ویوینگ است، یعنی فقط دیده میتونین و تغییرات درش وارد کردن نمیتونین. هرگاه بخواین تغییرات بیارین درش میتونین از قسمت ویو برین بگین ادیتینگ، چون این صلاحیت برای ما و شما داده بوده یوزر اصلی. خب حالا حالا میبینین که مانند اکسل فور دسکتاپ است و میتونین در این فایل تغییرات برین. همین فایل شیر شده، مثلا شما یک کارمند هستین در معاملات تجاری خود در میخواین ثبت کنین، ما یک تاریخ با استفاده شرکت افزود میکنیم، کنترل سی میکالن عرض معذرت. خب تفصیلات رو میتیم، مثلا میگیم یک مقدار پول نقد برای ما همو صاحب چیز صاحب همون شرکت برای ما و شما دادن، نام حسابشان مثلا میگیم که کش است. خب کد نمبر هم اینجا یک کد نمبر برش میتیم 1002 این کش پول نقد یک نوع عاید است، مثلا 5000 برای ما و شما پرداخت کردن. خب باز در این تاریخ کنترل سی میکالن یا اینجا میتونیم مشخص کنیم. مثال پول غذای چاشت است اینجا درد میکنیم، غذای ظهر. با این کوتشن مثال میگیریم که قابلی پلاو، مثلا قابلی پلاو خودین با کارمندایتون نوع حسابش چی است، میگیم غذا، یک مختصر نام برش میتیم، بعضی یک کد نمبر رو میتیم 003 مثال. خب این غذایی که ما شما خودیم یک نوع مصرف است، پس اون مقدار پولی که مصرف کردین دستای مصرف شما اینجا درج کردین، مثلا ما شما 1000 افغانی رو مصرف کردیم. می‌بینید که بیلانس اتوماتیک برای ما شما یار قبلا کار کرده بودیم، میگه 4000 روپیه فعلا در دخل شما وجود داره و 1000 مصرف کردین و 5000 عاید کردین. یک معامله دیگری هم انجام میتونم، کنترل سی میکنن، مثلا قرطاس باب خریداری قرطاس باب، مثلا ما شما خریداری کردیم قرطاس باب، مثلا یک بسته کاغذ A4 خب چی نوع حسابتون خلاصش اینجا نوشته میکنیم، مثلا میگیم قرطاسیه باب، قرطاسیه. خب یک کدوم برش مشخص میکنیم 1004 و این قرطاسیه که ما شما خریدیم یک نوع مصرف است، اینجا پس نوشته میکنیم مثلا 18% یک بسته کاغذ ما شما خریدیم که اتوماتیک اینجا نتیجه رو برای ما شما نشان میده. خب اگر خواستین این را ثبت کنین هم پیش شما باشه تا اینکه و هم در فایل اصلی تغییرات بیاد، پس یک کنترل اس میزنیم تا اینکه ثبت شود. ما از این خارج میشم و از این یوزر هم خارج میشیم، میایم یوزر رو خاموش میکنیم، ساین اوت میشیم. خب حال یوزر اصلی که فایل شیر ساخته میتونه از طریق وان درایو بره یا مستقیما ویندوز لوگو با این فشار بتم، میتونم از این نسخه فور دسکتاپش هم کار بگیرم و یا میتونم از نسخه وان درایو آنلاینش هم کار بگیرم. من اینجا میتونم اون فایل باز کنم یا مستقیم بیام در اینجا ساین این شویم. بعدن ایمیل خودم مشخص میکنیم، ایمیل ما و شما به این شکل است، مثلا t1 underscore next میکنیم. پسورد خودم مشخص میکنیم اینجا، ساین این. صبر میکنین یک لحظه، میگه پسورد غلط تایپ کردی. خب ما به زبان فارسی درج کردیم. صبر میکنین یک لحظه. خب حالا اینجا مشخص میکنیم، میگه ما اون فایلی که ما شیر کردیم با دیگران، باز اینجا میگه که ویت یو، یعنی اون فایلی که با شما شیر شده یا با یو توسط شما شیر شده. میگم توسط ما که شیر شده چون ما یوزر اصلی هستیم. اینجا میبینید که اتوماتیک یک فایل به نام کشفلو هست و این فایل دبل کلیک میکنیم باز میکنیم. دوستان وقتی که من این فایل باز کنم شما ببینید تغییرات و یوزر دیگر هم برای ما نشان میده، چون امی عین فایل است که شما میتونید در تغییرات برین و یوزرهای دیگری هم میتونن در این فایل تغییرات بیارن. خب صفحه که باز شد فعلا در حالت ویوینگ شما تغییرات وارد کردن نمیتونین، میایم از این قسمت میگیم ادیت، میخوایم درش تغییرات بریم و دوستا ببینید که تغییرات یوزر دیگر هم اینجا اتوماتیک برای ما شما نشان داده چون در منبع اصلی تغییرات داده شده. خب حالا میتونید شما معاملاتی که انجام دادین در اینجا ثبت کنین، مثلا یک دمی تاریخ ما کنترل سی میکارون فشار میتونیم یک معامله ما شما هم انجام دادیم، مثلا میگیم که خریداری یک پایه جنراتور و اینجا مشخصات دیگه هم درج میکنین. اینجا مثلا میگیم جنراتور خریدیم، یک کد نمبر هم برش مشخص میکنیم 1005. خب جنراتور هم یک نوع مصرف هست، مثلا ما شما یک 2000 افغانی جنراتور خریدیم.
اتوماتیک اینجا می‌بینید که در داخل ما شما 200 افغانی دیگه باقی مونده و میتونید شما این را سیو کنید. خب میم در قسمت دوستا با استفاده از شیر باز اگر خواستین شما میره با دیگه اشخاصا شیر کنین. گپا رو ما شما در درس‌های قبلی خوانده بودیم، شیر کپی لینک گپا رو خوانده بودیم. البته از طریق تب شیر هم میتونین کارا رو انجام بدین. و شما میبینید که اینجا عیناً این اکسل آنلاین هم شباهت داره با اکسل دسکتاپ. ما شما حافظ که برای دسکتاپ دانلود کنیم و اینستال کردیم میتونین که تغییرات بریم. من را سیو میکنم، بعداً ازش خارج میشیم. خب در صورتی که خواستین هرگاه بخواید که امیر از حالت شیر خارج کنین، یعنی بعضی وقت نیاز میشه که شما باید از حالت شیر خارج کنین تا اینکه دیگه اشخاص از این فایل استفاده کردن نتونن. در صورت شما میتونید اون فایل انتخاب کنین، میتونید باز کنین، باز دوباره میتونید با دیگه اشخاص شیرش کنین، میتونید منیجش کنین یا دانلودش کنین. من میگم میخوایم منیج کنیم، مدیریت کنیم، داش تغییرات بریم داش. اینو کلیک کردین صبر میکنین. خب صفحه که ظاهر شد میگم محفوظ الله همتا اونر است، یعنی مالک همی هست، کسی که همی فایل شریک ساخته با دیگران. و محفوظ الله همتای دیگری است که در حالت کاندید است، یعنی یوزر رو میتونه از این فایل استفاده کنه و داش تغییرات وارد کرده میتونه. شما هرگاه خواستین داش تغییرات برین، شما بالای همون یوزر کلیک میکنین، بعد از این قسمت گفته میتونین اینجا برش مشخص کنین که تنها دیده بتونه یا میتونین بیخی ریموو کنین، یعنی از حالت شیر با این شخص اینا خارج کنین. ریموو کلیک میکنم، میگم ریمووش کن. حالا میبینیم که از حالت شیر چه شد؟ خارج شد. حالا اون شخص نمیتونه که از این فایل ما استفاده کنه. خب حالا از یوزر خود خارج میشیم، میره ساین اوت میکنیم و این رو بسته میکنیم. میم دوباره به فایل اکسل خود. خب در قسمت شیر این بود دستور شیر. دوباره ما فایل باز میکنیم، از قسمت اوپن میریم، از سایه وان درایو همون فایل کش فلو رو باز میکنیم. میم در قسمت در سایه شیر. خب این بود شیر وید پیپل. بعضو ایمیل از دوستان در صورتی که شما خواستین مستقیم کپی همین فایل، نه اصلی فایل، کپی فایل در اختیار دیگر قرار بدین، از این میتونین استفاده کنید. مثلا من میخوام که همین فایل اتچ کنم، کپیش ارسال کنم از طریق اینترنت به دیگر اشخاص. مثلا همین یک گزارش است یا راپور است که ما جور کردیم، میخوایم برای رئیس خود به او ارسال کنم یا غیر موارد دیگه. خب باز اینجا برای ما شما اینجا یک لیست که ظاهر میشه، از ما شما پرسان میکنه که شما به چه شکل میخواین یا به کدام فرمت میخواین به شخص مقابلی را ارسال کنین. مثلا سند اس اتچمنت آیا میخواین کپیش اتچ کنین و ارسال کنین. البته یا دوستا بیاتون باشه که با هاوتلوک ارتباط داره و باید ایمیل آدرس های شما در هاوتلوک کانفیگر شده باشه که ما شما کسایی که یاد دارن خوب، کسایی که ندارن یاد می درس ها رو در درس های هاوتلوک ان شاء الله با جزئیات برای شما میگم که چطور ایمیل هایتون رو کانفیگر کنین با هاوتلوک. خب اینجا اتوماتیک آمده میبینید، اینجا گفته که از طریق این یوزر میخواین برای کی ارسال کنین. اینجا مشخص میکنین، مثلا من میخوایم امیر به محفوظ الله ببخشید TM1 underscore محفوظ الله این اتوماتیک آمده رو انتخاب میکنم، میگم به این شخص ارسال میکنم. CC اگر خواستین در همین زمان به 10 نفری فایل ارسال کنین، پس میتونید که ایمیل آدرس هاشو اینجا مشخص کنین، اتوماتیک میتونید که میسنده کلیک کنین براش ارسال میشه. اتومات ببینید اینجا که کپی فایل ما شما اومده، یگان چیز دیگه میتونین نوشته کنین و سند فشار بدین براش ارسال میشه. خب من نمیخوایم که ارسال کنم، این رو کنسل میکنیم. میم اینجا دوباره در قسمت شیر ایمیل. بعضو گفتم میتونید سند هسلینگ با استفاده از این دستور شما میتونید نیست فایلتون شیر قرار بدین که تا اینکه دیگر اشخاص هم از این فایل استفاده کرده بتونن. البته در عین وقت دوستا کسانی که انگلیسی میفهمن در پهلوش یک معلومات مختصری رو افزود کردن. و یا گفتم مثلا شما اگر میخواین به فرمت PDF ارسال کنین، به فرمت PDF کلیک کنین، هر کدامش که کلیک کنین اینجا اتوماتیک هاوتلوک باز میشه، مستقیما میتونید به اون شخص مشخص شده ارسالش کنین. اینجا ایمیل آدرس رو درج کنین، بعدن سند کلیک کنین که من میخوایم ایمیل ارسال کنم برای TM1. یک سلام هم برش نوشته میکنیم، میگیم سندش کن. وقتی بعد از دکمه سند فشار دادن یک لحظه صبر میکنی، اتوماتیک به اون شخص از طریق اینترنت ارسال میشه و میتونه که از کپی فایل استفاده کنه مدا به فرمت PDF ما شما رو ارسال کنیم. خب باز میایم در قسمت شیر ایمیل و یا میتونیم به فرمت اکسپیس ویور ارسال کنیم. PDF یک فرمتی است که زیادتر از این استفاده میکنن. PDF یعنی پروداکت داکومنت فرمت است. هرگاه با این فرمت شما به فایلتون ارسال کنین جلوگیری میکنه از کسی نمیتونه در این فایل شما تغییرات بیاره. همین شکل یک اپلیکیشن دیگری هم وجود داره مانند PDF که به نام اکسپیس ویور است. هرگاه بخواید که فایلتون رو با فرمت اکسپیس ویور انستال کنین، اکسپیس ارسال کنین تا اینکه اون شخص در فایل شما تغییرات وارد کردن نتونه، پس میتونید از این مشخص کنین. و وقتی که بخواید به این فرمت ارسال کنین اون شخص دیگه هرگاه بخواید فایل باز کنه باید اکسپیس ویور در کامپیوتر خود انستال داشته باشه که مثلا من اگر بخوایم اکسپیس ویور در کامپیوتر خود انستال کنم اینجا میتونم از ستینگ برم، بعدن در قسمت هابس چون گفتیم که یک اپلیکیشن جداگانه است، آپشنال فیوچر
بعدن ویو را کلیک میکنیم، در قسمت شما مشخص میکنین XPS ویور اتوماتیک ظاهر میشه. اینجا شما میتونید که این انتخاب کنین و نکست کلیک کنین، وزن داره اتوماتیک دانلود میشه و اینستال میشه در کامپیوتر شما که من نمیخوام این کار انجام بدم و اینو بسته میکنین. خب این بود ایمیل. و یا به سنت هست اینترنت فکس کنین. دوستو ما شما وقتی که بخوایم کسایی که با فکس بلدیت داشته باشن، ما شما دو نوع فکس داریم. یکی فکسی است که نیاز به ماشین داره، یعنی یک دستگاه جداگانه داره. شما در صورتی که همون نمبر از رو بفهمین میتونین که از یک گوشه دنیا با گوشه دنیا دیگه فایلتون فکس کنین تا اینکه از طریق همون ماشین یا همون دستگاه پرینت شود چاپ شود در اختیار از قرار بگیره. یکی که هارد داره یا با یک ماشین جداگانه، یکی دیگر به نام ای فکس است، یعنی الکترونیک فکس هاست که شما میتونید از این الکترونیک فکس ها نیز استفاده کنین. ولی من از فعلا استفاده کردن نمیتونم، چون میگه وقتی که میخواین شما اینستال کنین فکس کنین باید یک شرطی است که باید شما میره در کامپیوترتون اینستال کنین که من میره فعلا ندارم در کامپیوتر خود. چون اینجا وقتی که بیایم در قسمت ستینگ بخوایم مرگا این اپلیکیشن رو دانلود کنم و اینستال کنم، در قسمت اپس اپشنال فیوچر ویو اینترنت فکس من اینجا که نوشته کنم، میبینید دوستا که چون همین ویندوزی که من اینستال کردیم کامپلیت نبوده، از خاطر همین اپلیکیشن کوچکی که با ویندوز اینستال میشه نامده، از خاطر میره دانلود کردن نمیتونم که ان شاء الله در درس‌های بعدی میره ویندوز رو تبدیل کردم حتما با شما شریک میسازم. و یا میتونید که از طریق اینترنت هم دانلود کنین، ولی او باز از پیش شما پول میخواد که باید در بدلش یک مقدار پولی باید پرداخت کنین. خب میره کانسل میکنم، میام در اینجا. این بود ایمیل. بعد از ایمیل دستور دیگری وجود داره به نام اکسپورت. با استفاده از این دستور شما میتونید فایلتون رو به فرمت‌های مختلف اکسپورت کنین یا صادر کنین یا سیو از کنین. بعضی وقتا نیاز میباشه که تقریبا شباهت داره با دستور سیو است که ما شما قبلا خوندیم. بعضی وقتا نیاز میباشه که می فایل است، مثلا یک راپور است یا گزارش است یا هر چیزی که است، میخوایم میره به فرمت‌های مختلف دیگه یک کپی از این ثبت کنم، پس میتونین از اکسپورت کار بگیرین. اکسپورت کلیک کنین، اینجا میگه میخوای کاپیش به فرمت PDF ثبت کنی یا XPS ویور. شما میتونید دوستان در درس‌های اول هم برای شما گفته بودم در صورتی که بخواید فایلتون رو بر دیگه اشخاص ارسال کنین یا هر بخواید همین فایلتون رو در منبع در بیرون در مطبوعات چاپ کنین، باید همیشه کاپیش به فرمت PDF تبدیل کنین. بعد از اون فایل PDF شده رو در فلش ببرین در مطبوع، محتویاتتون رو چاپ کنین تا یک دو محتویاتتون کدام مشکلی ایجاد نشه یا تغییرات وارد نکنه یا محتویاتش کیفیتش خراب نشه یا گدواد نشه. پس میام در قسمت میگیم PDF این کریت کلیک کنین، اتوماتیک به فرمت PDF در منبعی که خواسته باشین در سایتی که خواسته باشین ثبت نشه. مثلا ما میخوایم در روی دسکتاپ یا در این فولدر یا در این فولدر اتوماتیک بگیرین، اینجا میگیره PDF. و از این قسمت هم شما سیو از تایپ میتونین مشخص کنین که با کدام فرمت میخواین رو ثبت کنین، PDF میخواین یا XPS. بعدن پابلش کلیک کنید، اتوماتیک ثبت میشه که من نمیخوام این کار انجام بدم چون در قسمت سیو از ما این دستورا رو برای شما گفتیم. بعدن میام دوباره در اینجا. خب میگه اگه با فرمت PDF نمیخوای ثبت کنی، اینجا فرمت های دیگر هم هست. البته از یا نظر به نیاز یا نظر به ضرورتتون از یا استفاده کنید. چنج فایل تایپ، من میخوام که تایپش تغییر بدم یا کپیش به یک فرمت دیگری ثبت کنم یا میخوام میره. مثلا اینجا برای ما شما بعضی نمونه ها رو پیشنهاد کرده که اینو گفته به اکستنژن های مختلف است یا با فرمت های مختلف است. اینجا گفته که اکسل سپورت کرده میتونی اکستنژن ها رو. خب هرگاه شما نیاز باشه من این یار یک تشریح مختصر برای شما میکنم. هرگاه شما خواستین که به حالت نرمال اکسل ثبت کنین با فرمت XLS X ثبت کنین یا مکمل از است اکسل اوپن XML اسپریدشیت میتونین در حالت نرمال ثبت کنین. اگر خواستین با فرمت ODS ثبت کنین یا اوپن داکیومنت اسپریدشیت است، این فرمت ها هر کدامش سایه موارد خاص خود داره. مثلا هرگاه شما به این فرمت ثبت کنین فایل ما شما رو کمپرس میکنه، یکی از خوبیاش است یعنی او اسپیس های ناقه با خود ثبت نمیکنه. من یک کپی میرم میخوام به فرمت اسپیس هم ثبت کنم تا اینکه عملاً برای شما نشان بدم چه تفاوتایی داره. میگیم در روی پیکچر در فولدر پیکچر و نامش هم میگذاریم ODS، میگیم سیوش کن. بعدا میایم دوباره در این قسمت در قسمت اکسپورت و اینجا. خب موز میگه که میخوای با فرمت ماکرو انیبل و ماکرو انیبل بسیار دوستا با ما شما کار میه. ان شاء الله درس ما در قسمت ویو در ماکروکراسی داره کار میکنیم. وقتی که شما از این ماکرو استفاده کنین، اگر در حالت نرمال ثبت کنین به اکستنژن XLS X ثبت کنین، این ماکرو شما روز مثلا فردا کی فایل باز کنین نتیجه نمیده یا کار نمیده، باید با اکستنژن ماکرو یا با فرمت ماکرو باید را سیو کنین که ان شاء الله در وقت براتون میگم این ماکرو را. و دستور دیگر است با فرمت TXT یا فرمت نوتپد است، میتونین به این فرمت شما فایلتون ثبت کنین یا با فرمت پرینت است که روزی گذاشتم برای شما گفته بودم در دستور پرینت بود که یعنی کسای سابق از این اکستنژن استفاده میکردن، مثلا کسایی که پرینتر داشتن دفتر کیفیتش بسیار پایین بود بازی را با فرمت PS یا پست اسکریپت ثبت میکردن و بعدا میبردن در بیرونی را و کیفیت بالاتر در دیگه پرینترها چاپ میکردن. خب یا گفتم میتونیم با فرمت XS ثبت کنین یا با فرمت از 99 الی 2003. دوستان بعضی وقت نیاز میشه که از یا شما استفاده کنین. مثلا همین فایلی که ما فعلا ثبت کردیم میشه میره ببریم در یک جای دیگه که اونجا میشه آفیسش یا اکسلش 2023 باشه.
ببخشید 2003 باشه. باز اگر در 2003 بازش کنه باز مشکل خلق میکنه یا فرمت یادگاریش یا داره گدواد میشه. از اون خاطر پس باید شما به این فرمت ثبت کنین فایلتون تا که اگه به این فرمت ثبت کنین یا به اکسچنج ثبت کنین در هر ورژن اکسل که شما این فایل باز کنین کدام مشکل خلق نمیکنه. یا تمپلیت هاست که ما شما گفتیم یک تمپلیت هم ثبت کردیم که کش فلو بود به اون فرمت میخواین یا به این فرمت میخواین باینری است هرگاه شما به این فایل به این فرمت فایلتون ثبت کنین یک ذره عمل کردش فستر میباشه وقتی که شما فایل باز میکنین یک سرعتش بالاتر میباشه. یا به فرمت CSV میخواین یعنی اکسل CSV یعنی کاما اسپریچی ولیو. خب یا هر کدام ساعت استفاده خاص خود داره. هرگاه شما کسایی که خصوصا در دیتابیس دیولپر هستن در بانک ها یا کار میکنن فایلایی که مثلا نیاز است در اکسل باید دیزاین کنن و بعدا اون رو در اسکیول یا ما اسکیول رو افزود کنن به معمولا از این فرمت استفاده میکنن. از این فرمت استفاده میکنن چون بسیار به شکل پلن تکست میاد به شکل ساده فایل ثبت میکنه و وزن بسیار کم داره. ما یک کپی از این ازیام استفاده میکنیم به این فرمت هم ثبت میکنیم در قسمت پیکچر به نام CSV یا کاما اسپریچیت ولیو. خب میگه میره سیو کو. دوستا ببینین میره بسته میکنم ویندوز لوگو با این فشار میتیم در قسمت فولدر پیکچر میریم ببینین که می فایل ها رو به اکسچنجر مختلف ثبت کردیم که این نرمالش است که میبینین وزنش میگه 15.6 کیلو 6 کبی یا کیلوبایت وزن داره. اگر به ODS بگیریم شما میبینین گفتم این کامپرسش میکنه هم فاصله های خالی رو ناقص ثبت نمیکنه که 7 کبی است. هر با CSV ثبت کنین که ببینین که بیخی به فرمت ساده میگیره. باز هر با شما به فرمت CSV ثبت کنین فرمت دیزاین یا رو با خود ثبت نمیکنه چون در اول براتون گفتم که به فرمت پلن تکست میگیره یعنی به شکل ساده بدون کدام دیزاینی گپا. خب من اصل فایل خود باز میکنم. خب بعد از اون میبینیم دیگه چی دستوری وجود داره. بعد از اکسپورت دستور دیگری به نام پاور بی های است که پاور بی های چون یک در زمان بر است و یک اپلیکیشن کاملا جداگانه هست که ما اینجا دانلودش کردیم. در درس بعدی ان شاء الله سر پاور بی های ما شما بحث میکنیم. کلوز با استفاده از دستور شما میتونید فایل جاریتون بسته کنین و شارتکتش کنترل W هست. مثلا بعضی وقتا میشه یک فایل شما اینجا داشته باشین بخواید همین فایل بسته کنین نه بسته اپلیکیشن نه بسته این برنامه را. این دستوری که شما میبینید در قسمتی بسته اپلیکیشن بسته میکنه ولی ما میخوایم که فایل ما شارتکتش کنترل W است. کنترل دبل رو فشار بدین میگه آیا فایل میخوای ثبت کنی یا نمیخوای. میگم نه نمیخوام ثبتش کنم. شما میبینید که بس اپلیکیشن بسته نشد یا کلوز نشد فقط فایل جاری ما شما بسته شد. میریم از قسمت اوپن باز کش فلو رو باز میکنیم. خب من در قسمت ای بود کلوز بعضو حکم تا دوستا که خب از طریق از شما بر شما نشان میده که اینجا بعضی معلومات مختصر است. اینجا گفتم میتونه هرگاه در صورتی که ساین این شده باشین که ما شما در حالت ساین این هستیم میتونیم ساین اوت شویم و اینجا نشان میده که همین آفیسی که شما در کامپیوترتون اینستال کردین آیا اکتیو شده هست نیست کدام ورژنش هست میگه 2024 است و اکتیو شده هست. بعض تغییرات دیگری هم میتونید که اینجا وارد کنین. مثلا شما میتونید که بک‌گراند همین نمایش رو تغییر بدین. در قسمت ها که دوستا ببینین بعضی چیز پرنداز یادگار است که از این قسمت انتخاب کنید. مثلا شما میتونید به این شکل میخواین ببینین آیا بعضی تغییرات یا ما مثلا خوشتون به این شکل باشه یا مثلا اینجا بعضی انواع هر کدومش شما معقول خوشتون اومده اون رو انتخاب کنید اینجا اتوماتیک ظاهر میشه. بعضی حافظ دمز است نمای ظاهری را اینجا میتونید تغییر بدین. یعنی فعلا همین نمایی که من میبینم بعضیا مثلا چشمشون یا زیاد سرشون فشار میاد بعضیا میخوان تاریک تری ببینن شما میتونید که از دارک گریش استفاده کنید تا اینکه بالا چشمتون رو فشار نبره یا مثلا میتونید که از وایتش کار بگیرین یا بلکش یا هر کدوم شما خواستین یا خاکستریش کار بگیرین. خب من میام پس دوباره از اون سیستم چیزی که هست از این استفاده میکنیم یا میایم یوز کلرفولش استفاده میکنیم. خب این دیگهش معلوماتی هست میتونین آپدیت کنین در صورتی که لایسنس دار یا اصلی باشه. باز از طریق شما میتونین آپدیت کنین و یا که ما کرکشن اینستال کردیم و این لایسنس دار نیست از اون خاطر من ازش استفاده کرده نمیتونم. خب بعضی دستور دیگری هست به نام آپشن هاست. آپشن ها رو دوستا در ختم اکسل براتون با جزئیات دانه به دانه یا ان شاء الله برای شما تشریح عملی میکنم و ویدیوش جور میکنم و یا دانه به دانه میگم. البته یا باید در حالت پیشنهادش قسمی است که باید در حالت نرمال خودشان در حالت نرمال یا فعال یا غیر فعالش یا شما تغییرات وارد نکنین حالت نرمال خودش باشه ولی باید یاد داشته باشین چون بعضی وقتا یکم مشکلات خلق میشه باید بفهمید که از کدام آپشن دی فعال شده یا غیر فعال شده که ان شاء الله در درس‌های بعدی میخونیم. خب تشکر از توجهتون. درس بعدی ما شما پاور بی آی است و بسیار یک درس مهم است. یک نمونه بر شما کار خواهیم کرد. خداحافظ.